فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون میم رئیسی از بلوچستان نیکشهر پرسیدن که چند تا سوال داشتم. آیا نماز خواندن توی اتاق با روسری جایز است یا باید حتما چادر سرمون کنیم؟ این سوال اولشونه. اگر یعنی از نظر شرعی تمام بدن زن در هنگامی که خصوصا برای نماز جز عورتش حساب می شود، به جز کف دستش که به اصطلاح بیان شده یا و صورتش، غیر از این موارد تمام بدنش حتی پاهای زن باید پوشیده باشند که معمولا در بسیاری از مناطق به این نکته توجه نمی کنند. حتی پشت پای زن باید در هنگام نماز پوشیده بشود، یعنی یک لباسی داشته باشد، چادری داشته باشد که کاملا پاهای اون را بپوشاند. اگر واقعا جورابی هست استفاده می کند نیازی به چادر نیست، این الزامی نیست حتما چادر باشه. اگر یک روسری باشه که فقط سرش رو پوشیده باشه و بقیه بدنش با لباسش پوشیده باشه نمازش جایز هست، هیچ اشکالی نداره. اما اگر جوراب نداره و پاهایش مثلا ظاهر هست، بیرون هست، این باید یک چادری رو بپوشند که کامل باشه، به اصطلاح شرعی سابق باشه، یعنی تمام بدنش را بپوشاند، حتی کف این پشت پایش را کاملا بپوشاند و به این صورت نماز بگذارد. اما اگر به تمام بدنش پوشیده هست الزامی نیست که حتما چادر باشه، روسری که سر و گردنش را بپوشاند کفایت میکنه.